آقا برای چطوری؟ من مقبره کوروش ساختم. بله، چنلمو 32 تایی رد کرد و من مقبره کوروش ساختم و به این عظمتی بزرگی همین خودش 1.5 ساعت وقتمو گرفت و اگر یه خورده بد شد دیگه ببخشید. و داخلش لنترنم گذاشتم که یه وقت ما اسپان نشه و زیرشو نگم براتون. زیرش خالیه و کلی لنترنم اینجا گذاشتم. و دیگه ببخشید اگر من دیگه ظاهر بیرونی ساختم، دیگه داخلی وقت نشد دیگه. دیگه باید حداقل 3 ساعتی باید سر این وقت گذاشتم. 3 ساعت خیلی ساعت خیلی زیاده واقعا دیگه یه سرطان میشد دیگه. ولی دیگه ساختمش دیگه بهتر از این نمیتونستم واقعا. هرچی زحمت بکشیدم دیگه شما هم لطف کنید حمایت کنید، لایک کنید و حتما چنل سابسکرایب کنید. و اگه ایده‌ای دارید که دفعه بعدی چی بسازم حتما تو کامنت ها بگید.